سلام مهربونا. امروز اومدم با یک ولاگ روستایی. من و خانم همسایمون تصمیم گرفتیم که با هم بریم سر زمینای پدرشون برای جمع کردن سبزی محلی به نام سوزی. وارد اون منطقه شدیم، چشمون افتاد اول از همه اون استخر پرورش ماهی که داخلش اون آبشار بودش، آبی خنک و بسیار زلال داشت. کم کم به راهمون ادامه دادیم و گفتیم بریم و از زیبایی های دور بر لذت ببریم. همچنان قدم میزدیم، با هم حرف میزدیم و دور برمون رو نگاه میکردیم که ببینیم اون های سبزی محلی پیدا میشه و یا نه. داشتیم میرفتیم، چشمون افتاد به این گلخونه ها که اهالی اون روستا این گلخونه ها رو زده بودن و این لوله های مشکی که میبینی برای انتقال آب به اون استخر و همینطور آبیاری این گلخونه ها استفاده میشه. کم کم به راهمون ادامه دادیم و همچنین با هم که حرف میزدیم و میدیدیم متاسفانه بعضی جاهای این زمین ها سرسبز و بعضی جاها بیابونی بود. خب دیگه رسیدیم به این درخت‌ها. از خانم همسایه پرسیدم، گفت این میوه درخت‌ها واسه عفونت استفاده میشه. گفتیم خب دیگه بریم. کم کم راهمون ادامه دادیم و رفتیم. سالهای پیش که می آمدیم این منطقه پر بود از سبزی محلیمون، ولی امسال متاسفانه خشک بود، چون مردم این منطقه برای آبیاری زمیناشون چاه دارن که متاسفانه آب این چاه ها رو به تمامیش هستش. داشتیم راه می رفتیم که چشمون افتاد به این سرسبزی اون منطقه. گفتیم کجا بریم از نزدیک ببینیم که اینجا چه خبر. اومدیم دیدیم بله اینجا گندم کاشتن و سرسبزی به خاطر همین کاشت گندم ها بود. مردم این منطقه این مال هم دارن، یعنی گاو و گوسفند دارن اینجا و این گندم ها رو برای استفاده همون گاو و گوسفنداشون میبرن. در کنار زمین این گندم از این گل های زیبا هم در اومده بود، بسیار زیبا بود. باد پاییزی این خوشه های گندم و این گل ها رو نوازش میکرد. منم و واقعا ما هم لذت میبردیم از این محیط، از این هوا، از این سرسبزی. گفتیم خب اینجا که پیدا نشد متاسفانه سبزی محلی تا رسیدیم به این زمین که خوشبختانه داخل این زمین از همین سبزی محلی ما وجود داشت. گفتیم خب همسایه شروع کرد به جمع کردن و منم گفتم تا تو جمع میکنی منم یه خورده از این زیبایی های اطراف فیلم بگیرم. خب دیگه منم شروع کردم به جمع کردن. خسته شدیم، گفتیم بشینیم یه چایی گرم بخوریم، چون یه خورده بدنمونم خنک شده بود. جاتون خالی؟ چای رو داشتیم میخوردیم و یه حرف میزدیم. خانم همسایه از خاطرات بچگیش تعریف میکرد که اینجا پر از بول گفتنی درخت‌های میوه بود. در همین حین داشت تعریف میکرد و منم گوش میکردم. از زیبا لذت میبردم که چشم افتاد به یک آقای میان سالی که داشت اون گوشه زمینی که شاورزش آب میداد. یه خدا قوت بهش گفتم و اومنده خدا هم یک به خدا به خیری به من گفت. اینم از سرسبزی دورابر، اینم از هوای خوش اون منطقه. دیگه هیچی، منم گفتیم خدا پلاستیکامون رو کامل پر کنیم. در همین حین دیدم یکی از اهالی اون منطقه گوسفنداشو برای چرا آورده بود سر زمینا. گفتم یک کلیپ کوچولویم از این گوسفندا بگیرم. هیچی دیگه، روز به پایان رسید و غروب شد و هوا هم بسیار سرد. دیگه گفتیم کم کم بند و بساطمون رو جمع کنیم و راهی شیم سمت خونمون و این خوشی به پایان رسید. خوشحال میشم که منو سابسکرایب کنید و با من همراه باشید.